به جای رسید؟ آره، چاپش کردیم. کار سختیه، بهتره بهشون قول ندیم. چرا؟ اگه از پسش بر نیاییم آبروریزی میشه. این نکل جون خیلی رو گرفته، آبرو هم روش. این چه حرفیه؟ کاری که تجربه نشده درصد خطاش خیلی بالاست. درسته. خب چوب بی تجربگی رو میزنم. چوب بی تجربگی رو نه، چوب باور رو. واقعا همین تشکیلاتی که توشیم تجربه بود؟ چقدر به ریشمون خندیدم. به خاطر همین تشکیلاتم که شده بیگدار با آب نزنیم. چه بهتر که قصه تکلیف رو بخوریم نه تشکیلات. و الا باختیم آقا محمود. پارو بده. بگو آذری. سعید غفور. سعید غفور. غفور سعید به گوشم. سعید جان ما حاضریم. شنیدم به گوش باشید. بچه ها رسیدن. بگو چند دقیقه وقت میبره. غفور جان چند دقیقه وقت میبره. مفهومه؟ مفهوم شد. حاجی داره میاد.
کیه؟ نمیدونم. سعید کلید دوربینو بزن. بسه خسته نباشی. سلامت باشی. هنوز بچه ها نرسیدن؟ چرا الان خبر دادی؟ پس چرا بلند نمی کنی؟ علی آقا رادیو رو بیارش. با رفقا اومدین حاجی. بچه های اطلاعاتن. حاج کاظمی هم باهاشونه. میگفتیم ما هم دوستامونو خبر میکردیم. بالاخره دوربینی، عکسی، خبری. اینا هم دوستاتن. فکر میکردم اسد قانعت کرده. زامنا رو بکش. سلام علیکم. خوش سلام علیکم. سلام علیکم. خیلی خوش آمدید. با اجازه. دوربین حاضر باش. برش کن. بگو حاضر باشه. غفور سعید غفور بگوشن. غفور جان حاضر باشی. سعید جان از قول من بگو اول عکاسی مفصل بعد دکل. غفور جان الان حاجی اینجاست میگه اول ثبت مفصل بعد آتیش. مفهومه؟ دیدمش. بگو بده به راست. سعید جان داریمش. یکم بده به راست. حاضرم. سعید جان حاضریم. بشمار. الله محمد علی.
شکلم سوخت بذار. غفور جان نگه رو داشته باش. بجام یه راکت شلیک نکرد. چی شده؟ یکی اونجاست. مطمئنی؟ آره. نزن خودیم عالی بود بهتر از این نمیشد. هیچ باورت نمیکردم. غفور جان تماس بگیر. سعید غفور. آخه مرد حسابی، یه ایستی، یه دادی، یه چیزی همینطوری سعید غفور. اینجا چیکار میکنی؟ هیچ، فقط یه تماشا. سعید جان میشمارم. الله محمد علی. گرفتیش؟ گرفتم. خسته نباشید. دستتون درد نکنه. کلی غیبت این قارقارکتونو کردیم، حلالمون کنیم. هنوز خودشو معرفی نکرده ها. به حاج خلج سلام برسون. اوه الان داد رفیقم در میاد. خدا حافظ. سلام. حواست جمع کن. راستی بگم یه موشک عمل نکرده؟ شنیدم. یه موشکش عمل نکرده. بگم بچه‌ها احتیاط کنن. دیگه لازم نیست. اگه خبری بود تا حالا میشد. غفور سعید. غفور سعید. سعید غفور بگوشم. غفور جان شیری یا روبا؟ الحمدلله شیر مفهومه؟ دستتون درد نکنه. اجرتون با حسین. حجان زحمت چو بکش. عکس گرفته؟ خوره. الان میدم ظاهرش کنن. دستتون درد نکنه.
یه لحظه صبر کن. حاجی حاجی جان بفرمایید، عکس حاضر شد. خسته نباشی. سلامت باشی. برو با ما. سلام علیکم. سلام علیکم. شما هم خسته نباشید. از عکسه چه خبر؟ شب میام سنگر صحبتشون میکنم. چی شده حاجی؟ نکنه سوختن؟ نه به الحمدلله چاپ شدن. بذار من یه سر برم فرماندهی، نتیجهشو شب بهتون میگم. پس دکل از کار افتاد. خواست خدا بود. آقا محمود دیگه شکایتی نداره؟ به این ریسکا نمیارز. به توکلش. میبینی با چه شوقی اومدن؟ مطمئنم دلت نمیخواد اون آب را با خون اینا رنگی بشه. لشکر 17 شون از غرب کشیده اینجا. حالا این طرف خیلی سنگین شده. بچه ها میگن فعالیتشون 3 برابر شده. خب عکسای ما همچین چیزایی نمیگن. یعنی چی؟ ما فقط تونستیم حاشیه رو شناسایی کنیم. این یعنی شناسایی ناقص. چی تو فکرتونه حاجی؟ پرواز عمقی‌تر، یا بهتر بگم شناسایی عمقی‌تر. این پیشنهاد شماست یا دستور اونا؟ این چه حرفیه که میزنی؟ اینم نتیجه دکل زدن. ببین سطح توقع کجا کشید. زود نتیجه میگیری. زود نتیجه میگیرن. حاجی شما که اهل کارین، برای پرواز این چشا باید ببینه یا نه؟ خب ما که تا جایی که چشامون سو کشید پرواز دادیم. دیگه این عمقی چیه؟ یعنی هیچ راه حلی نداره؟ چرا؟ بهترین راهش اینه که خودمون سوارش بشیم. نظر تو چیه؟ فکر کنم پرواز کور میخواد. پرواز کور؟ با کدوم تجهیزات؟ تو بعضی پروازها شرایطی پیش میومد که پرنده گم میشد. مجبور بودم ندیده هدایتش کنم. چقدر وقت داریم؟ خیلی کم. میتونم فردا رو تمرین کنم؟ باشه. آقا اسد دارین چی رو قبول میکنین؟ یه راه حل دیگه هم هست که فردا بهتون میگم. اجالتا خداحافظ. بده بالا. حسن جان حاضری؟ میخوای بیام پیشت؟ نه حاجی جان، اجازه بده تنها باشم. بودن کسی دردی رو دوا نمیکنه. هر طور میلته. پس آماده باش. آماده است. آماده باش. ولش کن. الله، محمد، علی.
اسد جان حالت خوبه؟ بذار یه مطلبی رو بگم. خوب گوش کن. گمونم بی هدف پروازش میدی. به یه مقصدی هدایت کن. میشنوی؟ به یه مقصد. اسد جان حالت خوبه؟ اسد؟ اگه صدامو میشنوی جواب بده. گمش کردم. گم نکردی. بلند شو بیا تا ببینیش. خسته نباشی دلاور. حاجی پیشنهاد بعدی تو بده. مطمئنی که کارت عملی نیست؟ تنظیم دستگاه آسونه، ولی تنظیم این خیلی سخته. با این حال میتونم یه روز دیگم صبر کنم. من نمیتونم، مگه آقا محمود قبول کنه. همین که شما تونستین برش گردونین به نظرم خیلی جلوییم. منتها این شیوه ها شخصیه، خیلی شخصی. من نمیتونم روی اینا حساب باز کنم. پس من پیشنهادمو میکنم. ببینین، ما تا حالا 2 پله عمل میکردیم. اولی باند پرواز، دومی خط جلو. فکر میکنم 3مین پل مشکل رو حل کنه. محلش کجاست؟ محدوده دشمن. تنها میریم؟ نه، با بچه های اطلاعات. ما حاضریم. نه آقا اسد، این کار تمرین میخواد. پل 1 با آقا جواد، پل 2 با شما، پل 3 هم ایشالله با خودم. سلام علیکم. به به، علیک سلام. پس مسافرها شمایی؟ سلام علیکم. خسته نباشی. سلامت باشی. اخوی چرا اینطوری؟ عرض کنم تا شوش 2 طبقه است، از اونجا به بعد 1 طبقه. مگه اونجا قایق پارویی نیست؟ چرا؟ ولی همه پنچره. آقا غفور سواش بفرم. پس ایشالله تا 1 ساعت دیگه سر پاس. چشم. مشکلی نداریم؟ چرا قبول کردی؟ سوالای سخت نکن، نه از خودت نه از من. برو عقب مستقیم.
رد نکردی؟ من نفهمیدم. گیجم کرد. جهت اشتباس؟ نه بابا، کوچه رو گم کردم. چپ یا راست؟ همین سمت راست. میندازیم تو همین کوچه. خدا کنه بمب هست نباشه. اونجا خوبه. کجا؟ اونجا. اونجا؟ حتما هم نوک اون سنگه. خطریه. اخوی جان، من دید میخوام. یه جای باز. باید ببینم که هدایت کنم. درسته؟ همین؟ بله. مطمئنی؟ اسقر جان، برو دروازه رو بکن. اسقر، اگه خسته ای خودم. نه میرم. خدا به خیر بگذره. بگو آذری. سعید غفور سعید بگوشم. سعید جان، ما حاضریم. شنیدم، بگوش باشید. سعید بگو بدرقه شد حاضر باشید. داره میاد. دیدمش. ارتفاعش کمه. بره بالاتر. جواد جان، داریمش. بده به خورشید. خوبه. همینو داشته باش. من حاضرم. جواد جان، همینو بشمر. الله، محمد، علی. غفور سعید.
غفور جان ما حاضریم، آماده باشید. خسته نباشی. سلامت باشی. حاجی میدونی کجا فرود اومدین؟ چی شده؟ صاف بغل توپخونه. کجا؟ همین پشت نیا. شهرش ما رو نگیره خیلی خوبه. دیدمش. خیلی دوره. سعید غفور. بگوشم. سعید جان بده به رد. بده به رد. مفهومه؟ مفهوم شد. من حاضرم. سعید جان بشمر. الله، الله، محمد، محمد، علی. سعید جان ما حامدیم. خدا کنه امروز کوتاه. نمیشد قبلا هماهنگ میکردیم؟ مگه قرار بود اینجا بیان؟ عمل نکرد. یاس فسفوری زدن. برای سلامتی خودمون فاتحه از صلوات. اخبی حدود جادهشون کدوم طرفه؟ اخبی حواست اینجا باشه. خیلی دوری بگی به چپ سمت رو نشونم بده. کاری به پرنده نداشته باش. باشه. ببین همین بود اینجا. بشین کجا بشین. گمش کردم. اینجا موندن مصلحت نیستش. یعنی چی؟ یعنی همین دیگه.
غفور سعید غفور سعید سعید جواد. سعید جواد. حاجی خودتی؟ بگوشم. چی فکر میکنی؟ آقا محمود حالا دیگه وقت ذکره، نه فکر. غفور سعید. غفور سعید. غفور سعید. گشتیاشون این وسایل چی میشه؟ برمیگردم یه جوری سر به نیستشون میکنم. تماس از کی قطع شد؟ حدودای ساعت 10. پشت ویسیم موردی چیزی گزارش نشد. نه البته صبح مه بود. نکنه راهو گم کرده باشن. به فرضم که گم شدن. تماس چرا قطع شد؟ اونا مستقر شدن. پرنده رو که پرواز دادیم گرفتن. اما بعد از تحویل تماس قطع شد. ببینین علی پاتوقش اینجا بود، یعنی تو شناسایی اگه گمش میکردیم میتونستیم توی این محل پیداش کنیم. حالا میگم صبح پاتوق کور شد.
یعنی چی؟ نیرو ریختن، راهو بستن. یعنی گیر افتادن؟ نه خوی، این یه فرضه. تازه پاتوق یه وعدگاه بود، ما که با هم وعده نداشتیم. شما کی دست به کار میشین؟ این یکی دو روز خودتون که شاهدین، منطقه حساس شده. تحرکات بیشتر از قبل، کلی نیرو ریختن. میدونم کی میگردین؟ علی و اصغرم با اونا بودن، دوتا از بهترینامون. بودن نه، هستن. صحبت به کجا کشید؟ به ناامیدی، به یأس. من که گفتم حرف تازه‌ای نداره. خودمون دست به کار بشیم. به همت بچه های خودمون یه عکس برداری مفصل میکنیم. انشاءالله. خط شلوغ شده. از ما خواستن دم به دم شناسایی کنیم. بهتر شد. تو دل اون کار این دیگه چیزی نیست. فکر کنم جا به جا گفتی. تو دل این مأموریت اون کارم انجام میدیم. یعنی چی میخواین بگین؟ وظیفه یادمون نره. همین امروز صبح بدرقشون کردیم. یه روزم نشده. فکر میکنی فراموششون کردم؟ خوب گوشاتو باز کن. اونا یه لشکر دیگه شون هم آوردن. خدا میدونه چند تا لشکر ریخته اون تو. کمیناشون اومده جلوتر. تو همچین شرایطی چی کار میکنی؟ هیچی. یادم میره که پرواز عمقی چقدر مهم بود. یادم میره پرواز کور چه بلایی سر بچه ها آورد. یادم میره اسد داشتیم، قفور داشتیم. شاید تاریخ مصرفشون گذشته. راستی چرا حاجی؟ زخم زبون میزنی؟ اگه جوابی برای این سوالا باید بدم صاحبش تو نیستی. فرق تو با اسد سر همین چیزاست، یا بهتر بگم سر تکلیف. از فرق من با شما چیه؟ به گوش باشید، میشمرم. الله، محمد، علی. گرفتم. جواد جان، ما حامدیم. چه خبره؟ نرفته شروع کردم. بشین داری چی کار میکنی؟ دلتو ببین، اونا اینجا دید دارن. کجا رو دید دارن؟ این چه کاری بود کردی؟ اینم جای تشکرته؟ همین یه مهاجر بود. چطور بود اول اجازه میگرفتم بعد همین حالت یکی؟ میدادم. فدای سرت اگه نشسته بودی که تو هم الان نبودی. جهنم! پیدا شد. داری چیکار میکنی؟
چی بگم که حق مطلب ادا کرده باشه؟ بگو حاضر باشم. جواد سعید. جواد سعید. سعید جواد بگوشم. جواد جان حاضر باشید. الله، محمد، علی. این تق و توق مال اینا بود؟ الان گیر افتادن، از نیروهای گشتیشونه. خسته نباشی دلاور. این خاموش بود. یعنی چی؟ یعنی اسد زنده است. وجود اسد همه جا اسباب خیره، حتی تو گرفتاریاش. نمیدونم غفور اون اطلاعاتی کجا؟ ظاهرا سلامتن، ولی چرا بر نمیگردن؟ شاید از کمیناست. مگه نگفتین کمیناشون جلو کشیدن؟ با بودن بچه‌های اطلاعات بعید میدونم نتونن برگردن. پرواز فردا خیلی از مشکل‌ها رو حل میکنه. پرواز؟ پرواز به کجا؟ معلومه، به همین اطراف. پس دیگه مخالف پرواز کور نیستی؟ حالا فرق میکنه. چه فرقی میکنه؟ پرواز کور یا وضعیت خودت؟ هر جفتش. نه آقا محمود، حالا فقط یه مهاجر دم دسته، اونم با کلی پرواز انجام نشده. پس اینا سر جاشونن. بهتر ما هم سر جامون باشیم. دم به دم شناسایی. این چیزیه که قرارگاه میخواد. نه ما فرصت داریم و نه این راه حل تو عملیه. پس اینا رو تابلوشون کنی؟ تو قابشون کنی؟ این تنها کاریه که بلدی.
يلا رجع لأماكنكم، كل ما نرجع لمكانه، كل ما نرجع العملية بسرعة، بسرعة تحرك بسرعة، يلا كل ما نرجع لمكانه، يلا يلا. آقا محمود کار دستمون میده. چه کاری؟ اخراج؟ بازداشت؟ استغفر. همین یه مهاجر میتونه بپره. اگه پریدنی هست از برکت وجود هموناست. اونا باید بدونن که ما فراموششون نکردیم. آخه چطور میخوای پاس بدی؟ اونا که منتظرمون نیستن. همون کاری رو میکنم که اسد میکرد. روشنش کن. خیلی خوب. خیلی خوب برش کن. ما نفهمیدیم بالاخره چطوری میخوای پاسش بدی. آقا سعید بذار یه خورده تنها باشم.
خدا بیامرزه حمید فلاحپور، برای رفع گشنگی این راه پیدا کرد. باور کنیم با همین نصف روز سرپا بودیم. بیا از تو شروع میکنم. بگی در ضمن ایمانم میخوام. صدای مهاجره. من میرم سمت آبراه. آها اونهاش. بریم سمت توپخونه، اونجا باز داره. نبینم. یا زهرای اطهر، بعد موقعی مزاحم شدیم. مهاجر سنگینه. چی شده؟ مسلحه. انشالله که قدمش خیر. میشه اینجا رو به هم ریخت؟ اینجا رو؟ چه جایی بهتر از اینجا؟ یه امتحانی میکنم. میترسم مارم بگیره. قربون قدمش، مسافر وطن. این دیگه آخریشه. میبینی آقا اسد، این مهاجرم شده سفیر حوزه کریم. این کارشون یه ریسک بود. دستشون درد نکنه که به فکرمونه. ما مهاجر کم داشتیم. برای چی این کار کرد؟
جامون لو رفت. از کجا مطمئنی؟ اونجا بالا سر توپخونه شونه. برای چی پیدا شده؟ فکر کنم دنبال جنازه آمدن. اون کله گنده لتو پار شده. کجا میریم؟ هرچی دورتر بهتر. صبر کن. اون رادیو رو بده. بپوشونش بپوشونش بپوشون. گاومون زایده. عملیات کجا شده؟ طرف دلوران. ما عملیات کردیم.
نه جواب تکشون رو دادیم عقب نشستن. ببینم تو نمیخوای بدونی گاومون چند قلون زایده؟ چی شده؟ ستاد خواستنمون. یعنی چی؟ نمیدونم پیغام آوردن دم سنگر. شاید حاجی رو خواستم. نه خیر شما رو خواستم با من. حاجی زهرش رو ریخت. حاجی از بچه ها خدافزی کرده رفته. یه نامم برات تو سنگر گذاشته. صبر کن ببینم. بذار اینا رو بذارم یه گوشه. میگم نکنه صدارتی مقامی چیزی باشه. کاش به همین سادگی. اگه اینم باشه من این وسط چی کارم؟ چه میدونم. گمونم قضیه صبح. سلام علیکم حاج آقا. سلام علیکم، خسته نباشی. سلامت باشی. سلام علیکم. خدا قوت. آقا محمود کدومتونه؟ حاج آقا فرقی نمیکنه، جفتمون توش دست داشتیم. عجب، خدا توفیقتون بده. خلبان کدومتونه؟ حاجی یه عرض کوچیکی داشتم، اگه چند دقیقه فرصت باشه میتونم. بفرمایید تو حسینی. من تو حسینی هستم. باشه چشم. این برادرمون یه مدتی با آقا حسد بوده، با هم انس داشتن. اصلا باعث ول کردن دانشگاه هم آقا حسد بودن. خب یه همچین رفاقتی اگه باشه مگه میشه همینطور ولش کرد تو خاک دشمن؟ باور کنین فقط سعید جان تمومش کن. حاجی من گوشم با شماست. بفرمایید. میدونین صبح چه ضربه ای زدین؟ چه ضربه ای؟ والا به خدا صحیح و سالم برش گردوندیم. مگه حاج رؤوفی به شما نگفتن؟ من نمیفهمم شما از چی حرف میزنین؟ مگه جریان صبح نمیگی؟ چرا؟ نزدیکای ظهر امروز یه خبر محرمانه به ما رسید. خبر اینه: فرمانده محور عملیات دشمن تو بمباران هوایی کشته شده. ما امروز جز پرواز مهاجر پرواز دیگه ای نداشتیم. به حمدالله کمرشون شکسته، الان گیج و درمونده شدن. از فرماندهی خواستن مسئول این کار تقدیر بشه. من به رؤوفی خبر رو گفتم، بر اون انداخت گردن من. البته دلیل اصلیش اتمام مأموریتش بود. چیزی شده؟ خلبانی که این کار کرده ما نیستیم حاجی. اون اسده. ما فقط پاس دادیم. مگه شما هنوز باشون ارتباط دارین؟ تنها یه ارتباط، اونم با مهاجر. ما اینجوری با هم صحبت میکنیم. من اینو نشنیدم. جای تعجبه که به شما نگفتن. چند بار اصرار کردیم بریم به کمکشون، ولی حاجی رؤوفی یه جمله ورد زبونش بود: دم به دم شناسایی. من نمیدونم چه مسئله‌ای حل شده که جانشین تعیین کردن. شما زود قضاوت کردین. رؤوفی بنده مخلصیه. حاجی به اصرار من چند ماه اینجا موند. اون فرمانده گردانه. همین الان نیروهاش تو دهلوران درگیرن. دیگه نمیشد نگرش داشت. اما در مورد اون برادرمون اسد، دلم نمیخواست این سر رو من بگم. شاید مصلحت اینطور بوده. آقا اسد خواهرزاده رؤوفی. فعلا این حکم پیشتون باشه. موقتا دنبال کار بگیر. دنبال کدوم کار؟ همون جمله رؤوفی، دم به دم شناسایی. این چند روز منطقه خیلی حساس شده. خیر پیش. گرفتیش؟ خیلی عصبانی شدم. زمانیه آقا محمود، اینو خمپاره زمانیه.
کلاه منو بده. اینجا لو رفته. دارن کور میزنن. کور میزنن؟ اونم همه یه تیکه جا رو. به خودمون رحم نمی کنی، اقلا به مهاجر رحم کن. چی میخوای بگی؟ ما تکلیفمون چیه؟ سر پا وایسی بهتره. خیز بری ترکش میگیره به تنت. فقط همینو داری بگی؟ تیر خورد. چی شده؟ زدنش. مواظبش باش. میخوای چیکار کنی آقا اسد؟ سوخت. شاید بنزین داشته باشه. فکر کردی فقط تو دیدیش؟ الان همه‌شون میریزن اونجا. فرقی به حالمون نداره. نارنجک. غفور ندونه بهتره. باشه. میتونستم جلوشون در بیام، اما غفور نذاشت. با کلاش تهدیدم کرد که دور شد. اگه بخوای الانم میتونم جلوشون در بیام.
چیزی آیدمون نمیشه جز جنازه غفور. تو برای چی اومدی اینجا؟ بابا بلنشین بیاین. جواب منو بده. کی بهت گفت بیا اینجا؟ خودم گفتم بیا. منتظر چی هستی؟ معجزه؟ همه چی برای خوده؟ یه ذره هم به فکر زیر دستات نیستی. مطمئنم اگه اسد اینجا بود اولین نفری بود که گوشتو میکشید. صدای این شده خوره مغزم. میبینی؟ همش به خاطر کله شقی این جنابه. تو دلتو نیوردی، تنتو آوردی. برای همینم نگرانیشی. میتونی اونم ببری. آخه اینطوری که نمیشه، اقلا با هم بریم. تو هم میری سر پستت. میرم اما گفتم سر پستت. بلش کن محکمه. بیا اومده. کجا داری میری؟ اینا مانع پریدنه. چرا به من نمیگی؟ پس من اینجا چی کاره؟ بگیر علی